سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. در خدمتتون هستیم با آموزش ثبت نام در بروکر وینزور. لطفاً فیلتر شکن‌های خودتون رو روشن کنید. از طریق لینکی که در زیر این ویدیو قرار داده شده وارد بشید. در این قسمت میتونید زبان مورد نظرتون رو انتخاب کنید. قسمت ثبت نام، وارد قسمت ثبت نام میشید. پس از ورود به این قسمت کشور مورد نظر انتخاب میکنید که کشور ایران هستش. در نظر داشته باشید عزیزان، گاهی فیلتر شکن شما روی بعضی از کشورها که قرار بگیره گزینه ایران نمیاره. شما میتونید با تغییر کشور فیلتر شکنتون این مشکل رو رفع کنید. نام خانوادگی، شماره تماس، ایمیل، رمز عبور مورد نظرتون، زبان مورد نظر، نوع حساب که اینجا حساب لایو یا حقیقی هست. با زدن تیک این دو گزینه ثبت نام خودتون رو تکمیل میکنید. پس از تایید و تکمیل ثبت نام یک ایمیل به کابین شما ارسال میشه که از طریق اون ایمیل نام کاربریتون و همون ایمیل که نام کاربریتون هست و رمز عبورتون میتونید وارد قسمت کابین شخصی خودتون بشید و اطلاعات خودتون رو تکمیل کنید. پس از ورود به کابین شخصی از قسمت مشاهده اطلاعات شخصی خودتون رو تکمیل میکنید. دوستان در نظر داشته باشید که پس از تکمیل اطلاعات وارد آپلود مدارک میشید. برای تاییدیه مکان سکونت و تایید هویت در نظر داشته باشید که فقط گواهینامه کفایت میکنه. شما به راحتی میتونید با آپلود کردن گواهینامه‌تون در این قسمت هم احراز هویت کرده باشید، هم محل سکونت خودتون رو تایید کنید. و اینجا در قسمت بارگذاری تایید آدرس محل سکونت روی قسمت گواهینامه رانندگی قرار میدید. برای بارگذاری مدرک هویتی هم همچنین گواهینامه رانندگی قرار میدید. انتخاب فایل، عکس روی گواهینامه‌تون، شماره گواهینامه‌تون، تاریخ انقضاش رو وارد میکنید. در این قسمت چون حالا یکم نت ضعیفه بالا نمیاد، این قسمت بالا میاد که شما عکس رو و پشت گواهینامه‌تون رو آپلود میکنید. برای قسمت تایید هویت محل سکونت تاریخ انقضا رو وارد میکنید. اینجا هم تاریخ صدور گواهینامه‌تون رو وارد میکنید و ارسال رو که بزنید مدارک هویتی برای شما ارسال میشن. دوستان در نظر داشته باشید که شما بعد از اینکه به کابین شخصیتون وارد شدید باید لینکی که برای ایمیلتون ارسال میشه رو روش کلیک کنید و تاییدیه بگیرید که ایمیل خودتون هستش و شماره تماستون که براتون پیامک میاد و تماس گرفته میشه که اونا رو تایید میکنید و میتونید به این شکل در بروکر وینزور ثبت نام کنید و انشالله معاملات خوبی رو داشته باشید.